با نام خدای یکتا سلام. خوش آمدید به برنامه نامتی ما. من حکیم هستم از فرانسه. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از سوء روزگار. دوستان عزیز، چنانچه خبر دارید ما چند قبل سفر داشتیم به شهر مادرید اسپانیا و خواستیم که درباره این سفر با شما صحبت داشته باشیم. چون در این سفر ما چندین بخش‌ها را به نمار کشیدیم و خیلی طولانی بود و خواستیم که برنامه‌ها طولانی نشه و با دلی بیننده نظرات موضوعها را طبقه بندی کنیم و گذاشتیم با چند چیز سیاحی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیر و گشت در شهر مادرید و گذاشتیم وقت‌ها این را 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، 25 تا 30 دقیقه. دوستان تا آخر برنامه ما بیننده باشین، با ما تا آخر سفر باشین و بریم ببینیم ما چی چیزا بهرش ما آماده کرده تانستیم و خدا کنه که پسند شما قرار بگیره دوستان عزیز. و دوستان وقتی که ما سفر کردیم به شهر مادرید و همه خلال در همه دور زمان که مورد هر جایی که سفر کنی پیش روی اولین شخصانی همو دولت به حساب پیش روی میاد. مثلا ما وقتی که تصمیم گرفتیم بریم اسپانیا پیش روی ما آمد ریال مادرید، بارسلونا، تیم فوتبال و تیم فوتبال اتلتیکو مادرید و خواننده مشهور انریکه ایگلیسیاس و تنیسیست مشهور دیگر رافائل نادال و از قبیل ورزشکاران باشد. ماشاءالله اسپانیا خیلی ورزشکاری زیاد داره، از قبیل فوتبالیستا مثلا راول، کاسیلیاس، خاوی، اینستا، پویول و دیگر که اینها هم قهرمان‌های جهان شده بودند. خب بگذاریم از این گپا. من چی گفتنی هستم دوستان؟ من گفتنی هستم که شما سختگیری نکنید ما را، چون در بعضی کامنت‌ها می‌نویسن که برادران آواز دیگر است یا که میکروفون نداری یا که دیگه. ما دوستان راستی نمکار هستیم هنوز، ما با درجه عالی نرسیدیم که مثلا پروفسیونالی باشیم. با اون خودی پیش و پیش عذر میخوام و ان شاء الله ما این کمبودی ها برطرف خواهیم کرد در آینده. دیگه بریم با هم ببینیم و اولین کاری که ما کردیم دوستان چند روز پیش یک نواری ما پخش کردیم در شبکه اجتماعی یوتیوب و این نواری نوبتی موزه ما آید به سانتیاگو برنابئو یا که از استادیوم خانگی ریال مادرید و این برنامه را به دو بخش تقسیم دادیم چون خیلی طولانی بود، بخش اول و بخش دوم. من خود دوستان دیگه پرحرفی نمیکنم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم و شما به شبکه ما سر بزنید، شبکه ما را دستگیری حمایت کنید و به دوستان خود بفرستید. حتما ویدیوها لایک، کامنتار و هر چی که در خود دارین بنویسید و بریم با هم ببینیم چی چیز بهرش ما آماده کرده تونستیم. با ما باشید تا آخر برنامه ها و شما رو به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار شما. تماشای خوب. رفتیم. دوستان عزیز سلام دوباره. نصیب باشه ما 40 مترو باید متروی سانتیاگو برنابئو یعنی استادیوم ریال مادرید باید بریم. خب بریم چی گپا بلیط یافته میتونیم نمیتونیم اگر به خدا میریم اما اگر یافتیم خب نیافتیم اون ایلاج میکنیم خیلی ببینیم چی گپا انجام میگیریم نوار دیگه بهرش ما با ما باشه دوستان. باش ما جا کارتا گفتیم این طرف باید بریم این طرف تو چی را باید بریم جا با شانژه کنیم باید بریم این طرف. دوستان متروی شهر مادرید متروی قدیم ترین است، سال 1919 پویشیدگی بوده، بدهتا 100 سال پیش 103 سال پیش تقریبا و اون خاطر خیلی رزویه‌ایشه 13 تا لاین داشته، لین داره 13 لین وقتی که باکی خیلی زیبا و دیدنی است.
طرف به خاطر آدمای معیوب بود، این طرف به خاطر آدمای سالم، یعنی آدمایی که درستن پا دستشون و این طرف اون طرف لیفت هستن فقط به خاطر آدمای معیوب. برادران لین چی میگن؟ استادیوم سانتیاگو برنابئو در لین 10 قرار داشته است با نام سانتیاگو برنابئو. لین کبوت، لین شماره 10. ما شماره 1 دیگه با تبدیل کردیم، حالش کردیم چی مونه؟ ما آمدیم طرف متروی لین 10 کو بریم در متروی سانتیاگو برنابئو. چی گپه؟ با ما باشه دوستان. من گفتن امانم دوستان عزیز در فرانسه میگم، در اسپانیا هنوزم ماسک رواج است. در داخل مترو باید با ماسک باشی، اگر ماسک نداشته باشی جریمه میسپاری. به اون خاطر شاید آوازم درست نیاید، پیشا پیش عذر بخشش به خاطر که دهانم بسته هست. خب لینه 10 این طرف هنه ما این طرف نمیریم، ما طرف هوپیتالش میریم، این طرف هوپیتال، چون که سانتیاگو برنابئو در طرف هوپیتال قرار داره. اینجا بریم، اینجا هست. خب اینجا سانتیاگو برنابئو برادران اینا هست. سانتیاگو برنابئو میریم نصیب باشه. 1 2 3 4 ایستگاه انشالله میفریم. دوستان این ایستگاه تریبونال است. همین طرفی متروی سانتیاگو برنابئو میره. ما بریم منتظر باشیم چند دقیقه بعد باید بیاد مترو دیگری. دوستان ما درست آمدیم، هرچی یک پرسیدم 1 دقیقه بعد اینم مترو ما هم میاد نصیب باشه. میریم طرفی سانتیاگو برنابئو. مترو سانتیاگو برنابئو میریم در لیفت ما. بچه‌های سانتیاگو برنابئو میریم طرف استادیوم. میام متروی لینه 10 در مابینش اگرانیچنی نداره، پیرگردگاه نداره، خلاص گم در راستکه همی واگن پول تو آخره. خب بریم که برادرها یک چیز گفتنی تو هستم از زمان کودکی، از زمان نوجوانی ما طرفداری همین تیم ریال مادریدیم تا حاضر. و ما اولین بار است که با سانتیاگو برنابئو میام، اولین بار است که شاید بازیش هم تماشا کنم. دیگه نمیفهمم شما را مرا یک هیجان همین خاص فرا گرفته است. دیگه یک چیزی که از آوان کودکی و نوجوانی آرزوش همه کردی در میانه سالی و میانه عمری ببینیش خیلی چی هم آرزوی طولانی هم است. قریب 40 چند سال میشه. ما توکل به خدا. بریم ببینیم چی گپه که همینجا مردم داد وای میکنن ریال اب ببینیم با ما باشید. اینم برآمدش نگرم بفهم کدوم طرف دارن. کافه مردم بریم دیگه. استادیو سانتیاگو برنابئو تغییر رفته است. اینا همین طرفه باشو تغییر رفته است. بریم که ببینیمش. دوستان این هم عکس سوراخ تیم ریال مادرید. در این طرف هم در این طرف هم دوستان با ما باشید. از این چیزی هم اساسی را میبینیم. بریم یک باره 1 2 3 اینا برادرها سانتیاگو برنابئو که مردم تعریفش هم میکنن، صفاتش هم میکنن دیگه و دیگه. خب
اینا برادر ای هم از زاویه بیرونی از طرف لینه ب با ما باشه. اینا دوستان در همه جاش فقط اکسسوارهای ریال مادرید میفروشن. مخسی دیگه یک برادر شما دفعه استادیون ببینین در حالتی چی قرار داره ترمیم، یعنی ساختمان رفته ایست هست. این برادر رو ببینین بالاش پوشونده ایستن، بالاش که خلاص شده است دیگه این براش سر میکنن. خب با ما باشه دوستان، بریم یک بار دیگه ای داخلش که چیگه او طرف تیکت بلیت کافتن میریم دوستان. میریم داخلی استادیون ریال سانتیاگو برنابئو. این مغازه افیسال شبه بگیرم. فرمه هاشو همه شو در فروش ماندگیان. اینجا کاسه شه. خب اینجا کاسه های بریم طبقه دیم. طبقه دیم جای لباس ها و دیگه آمدن. نمیفهم موزهش محکمه بازه حالی میپرسیم دیگه ببینیم چی چیز ما امروز خرید کرده میتونیم. حالی بچه هم منتظرن که یکمان چی پدرکش میرمه ریال مادرید. خب با این شرف ها من کار دارم. چندی باشن شرف ها؟ شرف ها 25 یورو 23 یورو. در بیرون ارزون تر بود. در بیرون ده خیلی افیسیال نه. او بیرون کی است؟ اما گفتی خدمت که تایمیته یا خدا بگیرش. اگر بریم این طرف این دو طرف چی گفتن؟ فقط لباسای ریال مادرید، فقط اکسسوارها، تمام چیزای تیم فوتبال ریال مادرید. ای چیش هم هست؟ زنانش هم هست، بچگانش هم هست، دخترانش هم هست، ای بسکتبالش هم هست، ای گمبالش هم هست، همش هست خلاصی تیم ریال مادرید. خب اینجا افیسیالی مگزین شد زانا فوتوگرافی فوتو. آها میرم شرف چنده؟ شرف معلوم نیست. خب بریم به هر صورت نگه طرف اینجا بسکتبالیستاشونه، شورتکاش، تیمایکاش، اینجا فوتبالیستاش. خب با ما باشه دوستان عزیز. دوستان هنوز هم ساختمان ریال مادرید استادیون رفته است. این هم از زاویه بیرون، این هم مگزین آفیسیالش. گفتی گفتا که ما بلیت یافتیم. بلیت ما در سکتور 3 بده. اینجا سکتور 34 سکتور 32 26 و میریم او طرف استادیون. باور که یک چقدر گفتی گفتا ساختمانی بلنده، ساختمانی کلان. ببینین سانتیاگو برنابئو. این هم مغازه های اکسسوری که میفروشند در پیش استادیون. باور که رفتم مگزین است افیسیالش، همه چیز قیمت همین بیرون ده خوبتره. هرچی نمیچی میگیری ارزونه. خب این دوستان سانتیاگو برنابئو هم دیدیم. سال گذشته رفته بودم نو کامپ بارسلونا. صفتی کامرامو پس که بود او خوب چی نامده است ویدیوهاش. موزه متاسفانه برادر موزه بارسلونا رفتیم هوی بود. سال گذشته ریال ولی بسته های گفت که ماهی دیگه هوی میشود چون نازی سزون فوتبال های که خلاص شدن. بعد سزون
موزه و توریست ها را هوی میکنن و یک ماه دیگر در بر میگیرن. فقط امروز میتونین که مچ بدون تماشا کنی. دیگه بریم طرفی مچ کو. امروز چه خیلی برگزار میگرده، با ما باشه دوستان. دوستان عزیز، این هم صحنه بیرونی پیش استادیوم سانتیاگو برنابئو. این خیلی زدنیا داره. و دفترن، آفیسن چیان، گاستینسه باشن نامعلوم، نمیدونم. این طرف هم نگاه چیاش ساختمان، این هم ساختمان ریال مادرید. این دوستان عزیز سانتیاگو برنابئو که در دنیا مشهور و معمول است. این امروز ما این را نزدیک میبینیم. خب دوستان، برای طرفی سازمان سکتور 3 های. ببینیم در سکتور 3 چه خیلی میتونیم رو ماده. ببینیم چی میشه. خب با ما باشید دوستان. جالبی از دنی ربی و ساعت شبید او مومای ساعت های. ما فکر کنم که لیفت های چه ساعتش اریجینال و گفتی گپو بسیار زیبا کردگی های. این طرف هم دفتر، آفیس ها، بانکن و گاستینسه و هتل همین چیزا. چهار طرفی استادیوم ریال مادرید. هم خیلی زنهای با شکوه و زیبا و تر و تمیز دارن. قریب همش بانک، گاستینسه و هتل و دفترهای چی هستن، تجارت ها. بازم ما اگه یه شرف نگیریم نمیشه. با ما باشه دوستان. دوستان عزیز، شما استادیوم از این طرفش ببینید، از این زاویه بیرونی. یا هم از سکتور دیگه اش، از سکتور 23 و 19 و 17 و دیگه بابا باشه. این باور کردن چه زیباست این ساختمان. پای طرف هم مغازه هایی که مربوط به ریال مادرید میشوند. دیگه مغازه های اصلیش داخلن. یا چه این طرف هم جای بلیط فروشیش هست. بلیط اینه کسانی که آنلاین خریدن نتونستن به اینجا نلیچکه میخرن. به نوبت است چند 5-6 کسا کار میکنن اینجا. دیگه این طرف هم مردم جمع شدن. 4 ساعت دیگه موندگی به بازیره، نیم ساعت یا 1 ساعت موندگی به بازیره. مردم سر میداده بودستن. با اون خاطر حالی ما منتظر میباشیم در اینجا. خب بریم دیگه طرف. دوستان عزیز، ما از دیگه طرفی استادیوم اومدیم. هم دیگه طرفی خیابان‌های مرکزی سانتیاگو برنابئو نزدیکی استادیوم ریال مادرید. این چنانچه که میدونید تمام جاش ریمون رفته است. تمام گفتی گپو استادیوم فقط همون جای نشست شه یا قسمش نرسیدن دیگه، همش گفتی گپو تحتی ریمونت دیگه. اینا ما اون طرف نزگریم ببینیم که چی گپو طرف چه چیزا بندوار کشیدن میتونیم. این از این طرف ببینیم، از این پهلویش این همی سانتیاگو برنابئو. چند تا کرانک 5-6 تا هست در تمام جاش ریمون رفته است. اینا که 2024 2023 های پول خود کسمیش که سازش میکنده دیگه. با کشتی کرابلی فضایی واره ببینم دیگه زاویه سانتیاگو برنابئو. بچه ها اینم اتوبوسی ریال بیتیس مهمان ها امروز آمدن. یعنی تیم قدیم بازی داره ریال مادرید. این هم اتوبوسی افتیسالی ریال بیتیس. اینا برادرها میگه با ما باشد، ما را تنها نگذارد. بازی ها
یا که چیایی را از پیش میبینیم، تماشا میکنیم یک جای و یک جای حلاوت میبریم. با ما باشه دوستان، هرچی شد منوار میکشیم. دوستان یا بینید همه جاش ریمان رفته است از استادیون برای نوار گرفتنم بسیار نامفید است دیگه. همه آهن پاره و دیگه بگیم چی هستن. بیا چی توغری کردن، چی ساخته هستن بوار که یکیم چه خیلی میایه ای پاد قبلنده ای. خب اینم تریتوری دیگه طرفش، های 4 طرفش گفتی گپا که نوار گرفتیم استادیون ریال مادرید که یگان جاش نمونه، یگان کس گفتی گپا در دلش ذره شک نمونه. خب اینی طرف هم بیرق‌های ریال زدگی، بیرق ریال مادرید 53 55 57. خب هم تو گپا سکتوراشون به حساب سکتوری 53 و 55 و 57. خب با ما باشه دوستان، بازم برنامه ما جریان داره. این هم از این طرفش گفتی گپا که باید نزدیک بازی شروع کنن مردم داخل شدن. نگاهی منتظرین. یه هم از دیگه طرفی سانتیاگو برنابئو استادیون ریال مادرید. یک اساس ها بهترین استادیون میشه و متاسفانه وقتی ما آمدیم که کارا رفته ایسان دیگه پاکی کمکی همه صحن بیرونی استادیون بزیب کرده گیم. اینم مغازه و رستوران و رستوران لوسترو شبه چه خیلی عجیبن. همه شای شیشه های بطور کنی پیوه و اینی آبا لوسترو شای موایی ربی. خب این مغازه شما میبینید همش آفیسیال هن ریال مادرید در بیرون هم پرسته حالت که زدگی همش حقی فروشی لوبوی اکسسوری ریال مادرید دارن. همه چیز هست، همه چیز های توپ سرکه تو بیرق تو شرف تو همه چیز. طرف هم دیگه طرف استادیون کارهای بالاش خرید تمام شدن. این باید استادیون پوشیده شوانه، هم هوی میشه هم پوشیده میشه. بعد اولین استادیون در جهان میشه که امی چی میگن امی ساوزش زیر زمین میره اگر ترشیدگون کار ناشایع شد سراز او تانگی تیاره میبرنن در وقت بازی را سر میکنن. به خاطر که بعضی دیدید استادیونا بسیار آبی میشوند، برف زیاد و بارون زیاد بازی خوب نمیزگره. به خاطر این استادیون دیگه همتا در جهان نداره. بله دوستانی هم مغازه های در بیرونی ریال مادرید یعنی خیلی پروداکت افیسیال اگر ریال مادرید هست ایو را اینجا جمع میکنن دیگه. به اون خاطر ایو همش افیسیال هن دیگه. این تمام چیز فروخته میشه همش چه ریال مادرید. خب
دوستان عزیز، این ما مواردی استادیون ریال مادرید شدیم، استادیون سانتیاگو برنابئو. یا زیری بینای همون استادیون است. میریم اکو بالای استادیون با جای نشستمون. اینه برادرها، ببین استادیونی ریال جانا، ریال مادرید. اوه ماشاءالله.